سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. شما برنامه نوید بامدادی را تماشا دارید که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز یکشنبه 9 مارس است و نخست شروع میکنیم از خبرهای تاجیکستان. محمد تقی صابری، معاون امور اداری و مالی وزارت کارهای خارجی ایران، سفیر این کشور در تاجیکستان تعیین شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران، روز 8 مارس در صحبت با خبرگزاری فارس گفته است محمد تقی صابری روزهای نزدیک در دوشنبه به کار خود آغاز میکند. سفیر سابق ایران در تاجیکستان حجت الله فغانی هفته گذشته به مأموریت خود در دوشنبه پایان داد. بنابر نوشته وبسایت سفارت ایران در تاجیکستان، فغانی نیز در ملاقات خداحافظی خود با نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده در بد شدن مناسبت‌ها برخی از طرف‌های سوم را عیبدار کرده است، اما از کسی یا کشوری مشخص نام نبرده است. برخی از کارشناسان تاجیک گفتند انگشت اشاره تهران پیش از همه به سوی عربستان سعودی، یکی از رقیبان اصلی ایران در خاور میانه است، ادعایی که قبلا نمایندگان سعودی رد کردند. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم کرد، اتهامی که ایران آن را رد نموده است. افراد نامعلوم در دهه باغ کلان استرافشان سنگ سری بیش از 15 قبر را در گورستان این موضع شکستند. یک ساکن دهه باغ کلان که خود را رستم معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت در محل زیست او رسمی است که با آغاز فصل بهار مردم جمع می آمدند و دست جمعانه گرد و اطراف گروه ها را تازه می کنند. ساکنان هنگام تازه کردن اطراف گروه ها مشاهده کردند که تقریبا 15 سنگ سری گروه ها شکسته شدند. این ماس نمیکنند این کارا. کار ماس نه همه کار ماس نه من همه شکسته مایده کردم. و گفته ساکنان آنها در حال مسئولان جماعت را در این باره آگاه کردند و ناظر منطقوی آمده این حالت را سند کرد و جستجوی مجرمان ادامه دارد. ساکنان نوار کوتاه را نیز از این گورستان با سنگ‌های شکسته به عنوان رادیو آزادی فرستادند که در آن سنگ‌های مرمری شکسته سر قبرها بر اعلی دیده می شود. ضمناً این برای بار اول نیست که در تاجیکستان سنگ سر گورها و نوشتجات آن تخریب می شود. همین گونه ماه می سال 2015 افراد ناشناس سنگی بالای تقریباً 3 قبر را در دهه ریود ناحیه عینی که نوشتجاتی با حرفهای کریلی داشتند پاره کردند. همین گونه شب 21 سپتامبر سال 2015 آرامگاه مولانا یوسفی همدانی را در دهه چرتک ناحیه وحدت آتش زده بودند. هنگام رخ دادن چنین حادثه ها برخی از ساکنان با پیروان رویه‌ای در تاجیکستان ممنوعی سلفیه اشاره می‌کنند که موافق این تعلیمات گذاشتن سنگ مزار با نام و نوشتجات در سر گور جایز نیست. موافق قانون‌های تاجیکستان تخریب و یا به احترامی ظاهر کردن به جسد فوتیدگان و گور آنها عمل جنایی محسوب می شود. موافق ماده 243 کودکس جنایی یعنی تحقیر جسد فوتیدگان و گور آنها از 16500 سومون جریمه تا 5 سال زندان را در پی دارد. شرافالدین گدایف، یک فعال مخالفین تاجیک در هلند، با تشخیص طبی بدن خود شروع کرده است. او قبلا ادعا کرده بود که در مسکو را بوده و بدون اختیارش به دوشنبه برده شد. حالا نیت دارد مقامات این دو کشور را به جوابگیری بکشد. گدایف که حق پناهندگی هلند را دارد، صبح 2 مارس از دوشنبه به اروپا برگشت. او در شهر امستردام به رادیو آزادی یک مصاحبه اختصاصی داد و بیننده ارجمند شما می توانید شکل کامل آن را در صحیفه www.azadi.org تماشا کنید. اکثریت ساکنان در تاجیکستان امروز تلفن‌های موبیل و هم هوشمند دارند و برخی‌ها زندگیشان را به آن حتی تصور هم نمی‌کنند. اما 40 و یا 50 سال پیش این گونه تلفن‌ها یک افسانه و یا خواب و خیال بود. یک ساکن دوشنبه به جمع‌آوری تلفن‌های ساخت کهنه و قدیمی پرداخته است و میگوید هدفش این است که به امروزیان نشان بدهد که نیم عصر پیش گفتگوی تلفنی چگونه بود. مردم این تلفن ها را استفاده نمیبرند. من با این سالهای 40 در اوان استالین گپ میزدند. در دکان جمشید میتوان گفت یادگاری های تاریخی چندین ساله حفظ شدند. چیزهای جمع آوردهش برای نسل نوین از وسایط کهنه و برای استفاده ناشایمند، اما برای او هنوز ارزشمندند.
сам консерватор, я من آدمی سنتگرایم. به نظرم مردم از این تلفن ها استفاده کنند بهتر خواهد بود. سمارت فون ها ضرر دارند. این اندیشه های جمشید بحث برانگیزند، اما این چیزها بیانگر یک تاریخ هستند. تا 10 سال پیش چنین تلفن ها در هر یک خانه وجود داشت. یک چند 10 سال پیش حتی داشتن آن آدم را مرتبه میداد. در کوچه های ما از این تلفن ها می ایستادند. تنگه دوتینه قبول میکرد. سالهای 50 60 عصر گذشته بود. آوان شوروی بود. تلفن های کهنه را عادتا مردم میآورند تا جمشید آنها را بفروشد. 100 سومونی نرخ دارند. کسی چی قدر دهد؟ اینها قیمت دارند. انا اینها خریدار ندارند. آنها را همچون یادگاری حفظ میکنیم. تلفن ها قریب هر سال شکل عوض میکنند. شوکت الکی تلفن های همراه چند ساله نزدیک را حفظ کرده است. شکل آنها فرق میکرد و طرز کارشان نیز گوناگون بود. در آوان نورسی بعضی از این تلفن هایی که حالا میخرم آرزوی من بودند. او حالا 14 نوع از این تلفن ها را همچون یادگاری حفظ کرده است. به اسمارت فون ها توجه ندارد. حالا نوش برآمد. آنها همه شبیه یکدیگرند. کمتر از حافظه و توانایی کامراشان فرق میکند. برای کسی این تلفن ها کهنند، اما برای شوکت درآمد میآورند. به نزدیکی مترول استحصال سالهای 90 عصر گذشته را چندین مراتب قیمتتر فروخت. آن اکرانی سبز داشت و تگمچه هایش رنگ های گوناگون داشتند. با یک کلکسیونر انگلیس به $1000 فروختم. نوکیا N72 بهترین تلفن در سال 2007 بود. احیانا میانی دانشجویان خریدار میافت. $500 نرخ داشت. کامرای خوب داشت. شوکت میگوید این تلفن ها چند سال پس باز قیمتتر میشوند. کسی بیند میگوید واو، مگر اینها وجود داشتند؟ هستند کسانی که این گونه تلفن ها را ندیدند. هر یک ساکن تاجیکستان امروز تلفن همراه دارد. زندگیشان را به آن تصور نمی کنند و هر سال نوع از آن به حافظه تاریخ می رود که احیانا به آنها توجه می شود. در یک صدمه نقلیاتی فردوس امیرشایف پسری رئیس ناحیه مومن آباد ولایت ختلان طاهر امیرشاهزاده زخمی و همسرش جان باخته است. منابع گفتند که حادثه صبح 9 مارس 2 کیلومتر بیرون از حدود ناحیه مومن آباد رخ داده است. گفته می شود ماشین در راه به سیمچوب برمیخورد. هم صحبت ما گفت ماشین را کسی دیگر اداره میکرد. فردوس امیرشایف در کرسی پیش و همسرش در کرسی قفا نشسته بوده است. خودش کمی آسیب می‌بیند ولی همسرش در بیمارستان جان داده است. تا کنون نه مقامات رسمی و نه خانواده امیرشایف ها درباره حادثه چیزی نگفتند. فردوس امیرشاهزاده 24 ساله در دادستانی ناحیه واسه ولایت ختلان کار میکند. تحقیق این حادثه شروع شده است. بیننده ارجمند، یادآور میشم شما نوید بامدادی را تماشا دارید و حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ایدلیب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه، ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاورمیانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مارس خبر داد که این نظارت از شمال ایدلیب شروع شده منطقه‌های جنوبی ولایت حلب سوریه را نیز در بر می‌گیرد. این اقدام بعد آن صورت می‌گیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه‌های غیر نظامی در بخش‌های سوریه سال گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. تا نشرهای بعدی، خداحافظی هر یک شما.